بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت دانشجویان عزیز و همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم با یک جلسه دیگر از سری آموزش‌های مربوط به اقتصاد سنجی و کاربرد آمار در پژوهش‌های حسابداری. در این آموزش قصد داریم ادامه در واقع آموزش مربوط به رگرسیون در داده‌های مقطعی و سری زمانی رو خدمتتون عرض بکنیم. در فایل قبلی اومدیم راجع به بحث رگرسیون، تفاوت اون با همبستگی و کاربرد رگرسیون، کاربرد همبستگی و تحلیل نتایج همبستگی، تحلیل نتایج رگرسیون خطی خدمتتون توضیحاتی رو ارائه کردیم. در این جلسه قصد داریم بریم وارد یک بحث بسیار مهمی به نام مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی بشیم. من اگر اینجا بخوام خدمتتون یه توضیح بدم، بنویسم، اجازه بدید من. پس بحث ما چی شد؟ مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی. و اما این مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون چی هست؟ ببینید، در رگرسیون های خطی نتایج رگرسیون تا حد زیادی بستگی به مقادیر خطا داره. مقادیر خطا خدمتتون در جلسه قبلی توضیح دادم. اگر ما یک رگرسیونی داشته باشیم، به فرض مثال y برابر است با بتا صفر، حالا مثلا میگیم آی و تی بتا صفر به علاوه بتا یک، به فرض مثال x یک به علاوه یه اپسیلون آی و تی. حالا اینا آی و تی دارن دیگه. خب اینو جلسه قبل خدمتتون مفصل توضیح دادیم. این چی بود؟ این متغیر وابستمون بود، این متغیر مستقل یا توضیحیمون بود. این در واقع عرض از مبدأ بود و این هم میزان باقی مانده یا خطای مدل بود، اگر یادتون باشه، خطای مدل. خب نتایج این مدل رگرسیون تا حدود بسیار زیادی بستگی به این میزان خطا داره، به این داره. اگر من میخوام اینو توضیح بدم، ببین ما گفتیم که رگرسیون کارش چیه؟ رگرسیون کارش پیشبینی هستش. یعنی ما بر اساس یک سری متغیرهای مستقل میایم متغیر چی رو وابستمون رو چیکار میکنیم؟ پیشبینی میکنیم. خب هر جا صحبت از پیشبینی بشه، قطعا و یقینا باید اینو ما بدونیم که هیچ موقع پیشبینی 100% درست نمیشه. همیشه پیشبینی همراه با یک سری چیه؟ خطا هست. خب این خطا همین اپسیلون هستش. اپسیلون چیه؟ میزان خطای مدل. یعنی مدل نتونسته بخشی از تغییرات متغیر وابسته رو پیشبینی بکنه توسط متغیرهای مستقلش.
اگر در حسابداری هم من قبلا هم این مثال رو زدم، یادتون باشه ما در بحث حسابداری بهای تمام شده اینها خوندیم قبلا، گفتیم که در بحث بودجه و بودجه بندی که همون پیش بینی هستش، ما بعد از در واقع اجرای بودجه ما میایم مقایسه که میکنیم با ارقام واقعی و با بودجه که مقایسه میکنیم، یک سری انحرافاتی ایجاد میشه، انحرافات مساعد میگفتیم اونجا و نامساعد. این انحرافات همون خطا هستش دیگه که ما نتونستیم دقیقاً پیش بینی بکنیم آینده رو. پس هر جا صحبت از بودجه، هر جا صحبت از پیش بینی باشه، حتما بایستی ما برای این پیش بینی یه خطایی لحاظ بکنیم. هیچ موقع این پیش بینی 100% مطابق با واقعیتی که قرار در آینده اتفاق بیفته نخواهد بود و خطا داره. پس میزان این خطا، ویژگی هایی که این خطا داره، بسیار بسیار تعیین کننده خواهد بود در قابلیت اتکا و درستی این پیشبینی که این مدل رگرسیونی انجام میده. به این ویژگی ها اصطلاحاً میگن مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون. پس ما یه سری ویژگی هایی بایستی برای این اپسیلونه لحاظ بکنیم. این ویژگی ها ما در اصطلاح بهشون میگیم مفروضات مدل رگرسیون. ما به طور کلی 5 تا فرض داریم برای مدل رگرسیونی. یکی بحث، اگر من بخوام اینجا بنویسم، 1 صفر بودن امید ریاضی مقادیر خطا. 2 همسانی واریانس ها در مقادیر خطا. بنویسم همسانی واریانس ها در مقادیر خطا. 3 خود همبستگی مقادیر خطا. 4 تصادفی بودن مقادیر خطا. و 5 ببخشید من یه مقدار بیام پایین تر. 5 نرمال بودن مقادیر خطا. پس ما 5 تا چی داریم؟ 5 تا فرض داریم که به این 5 تا میگن مفروضات مدل رگرسیون. از این 5 تا این دومی و سومی بسیار با اهمیته. دومی و سومی بسیار بسیار فرض با اهمیتیه. یعنی بایستی این دوتا حتما برقرار باشه، یعنی واریانس خطاها همسان باشه و خود همبستگی خطاها در واقع وجود نداشته باشه. فرض 1 و 4 خیلی با اهمیت نیست. فرض 1 و فرض 4 رو خیلی اهمیتی نداره. فرض 5 هم در واقع مهم هست، یعنی اگر برقرار باشه نتایج رو بهتر میکنه، اگر برقرار نباشه هم حالا خواهم گفت بنا به شرایطی ما میتونیم از این چشم پوشی بکنیم. خب پس این مهم، دوم مهم، سومی هم مهم هست، اولی و 4می خیلی مهم نیست، یا اینجوری بگیم که خیلی در واقع در پژوهش‌های حسابداری تحت تاثیر نتایج تحت تاثیر این دوتا قرار نمیگیره. فرض 5 هم
در واقع فرض مهمی هست. اگر برقرار باشه بهتره، اگر برقرار نباشه تحت شرایطی میتونیم چشم پوشی بکنیم. در رگرسیون های چند متغیره ما یه فرض ششمی هم داریم. پس فرض ششم فقط کجاست؟ در رگرسیون چند متغیره، یعنی ما چندین متغیر مستقل داشته باشیم. این فرض 6 هم بایستی بررسی بشه و برقرار باشه که بهش میگیم فرض همخطی. فرض همخطی متغیرهای در واقع مستقل، یعنی در واقع عدم همخطی دیگه. حالا به نوعی مشکل همخطی نبایستی داشته باشه. پس میشه 6 تا. اگر ما تک متغیره داشته باشیم، یعنی یه دونه متغیر مستقل داشته باشیم، میشه 5 تا فرض. اگر چند متغیره داشته باشیم میشه 6 تا فرض. از این 6 تا در واقع 3 تاش بسیار مهمه، حتما باید برقرار باشه. 2 تاش اهمیت چندانی نداره و یه دونه هم اگر باشه بهتر میشه، اگر نباشه هم زیاد مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما میریم سراغ حالا تک تک اینها رو یک بررسی میکنم. حالا این 1 و 4 رو خیلی گذرا یه توضیح میدم خدمتتون، بعد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 هم مفصل خدمتتون توضیح خواهم داد. خب اول میایم سراغ فرض صفر بودن امید ریاضی مقادیر خطا. این فرض اول. این چی میگه فرض صفر بودن امید ریاضی؟ امید ریاضی یعنی چی؟ امید ریاضی یعنی میانگین. خب امید ریاضی معنیش چیه؟ این امید ریاضی یعنی میانگین. خب میگه میانگین مقادیر خطا باید صفر باشه. میانگین مقادیر خطا باید صفر باشه. برای که من اینو بتونم توضیح بدم، بیایم روی کتاب من یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اینجا این ببینید، شما اینو میبینید، این در واقع خط رگرسیون. ببینید خط رگرسیونه یه خطیه که مشاهدات در اطراف این خط چی میشده؟ مشاهدات در اطراف این خط پراکنده شده. یه سری نقاطی بالای روی این خط وجود داره، یه سری نقاطی زیر این خط وجود داره، یه سری نقاطی هم روی خط هست. ببین یه سری یا بالاش هستن، یه سری زیرش هستن، یه سری هم دقیقا روی خط افتادن. خب ببین میگن چی؟ میگن خط رگرسیون. خب خط رگرسیون یعنی بهترین پیش بینی دیگه، بهترین پیش بینی که این در واقع از وسط همه اینا عبور بکنه و از به حضور بتونه رفتار متغیر وابسته رو پیش بینی بکنه. خب موقعی که میگیم میانگین مقادیر خطا، ببینید اونهایی که بالای خط هستند خطای مثبت دارند، همون ما در حسابداری بهش میگفتیم مساعد. اونهایی که زیر خط هستن خطای چی دارن؟ منفی دارن، ما بهش میگفتیم نامساعد، انحراف نامساعد. خب پس اونایی که بالای خطن اختلافشون، میزان اختلافشون، یعنی من اگر از این نقاطی که بالای خطه یه خط عمود رسم بکنم به این محور، این اختلاف میشه انحراف مساعد. از این زیر هم به این شکل میشه انحراف نامساعد. میگه من اگر این انحرافات مساعد و نامساعد رو با هم، مثبت منفی ها رو با هم جمع بکنم، اگر مثبت منفی ها رو با هم جمع بکنم باید میانگینش بشه صفر. دقت بکنید، من اینجا مثلا یه انحراف مساعد دارم، اینجا یه انحراف مساعد دارم، اینجا مساعد دارم، اینجا منفیه، نامساعد دارم. میگه اگر این مثبت ها، مساعد ها رو با منفی ها، نامساعد ها جمع بزنیم، حاصل باعث چی بشه؟ تقریبا صفر بشه. موقعی که حاصل
این انحرافات مساعد و نامساعد صفر میشه، معنیش اینه که در مجموع مشاهدات واقعی با پیشبینی دقیقا یکی هستند، اختلاف آنچنانی با هم ندارن در مجموع. خب مجموع انحرافاتمون صفر باشه. پس میگه موقعی که مجموع انحرافات صفر باشه، ما میگیم که تقریبا در کل در مجموع رگرسیون درست پیش بینی کرده. خب اگر در مجموع صفر نباشه میگیم که رگرسیون در پیش بینی درست عمل نکرده. حالا چرا میگیم این مهم نیست؟ چرا میگیم فرض اول فرض خیلی مهمی نیست و عموما برقرار هست؟ زمانی که در مدل رگرسیون یک عرض از مبدأی وجود داره، یک مقدار ثابتی پیش بینی میشه وجود داره، معمولا این اتفاق میفته و نهایتا امید ریاضی مقادیر خطا نهایتا نزدیک به صفر میشه. زمانی که ما یه عرض از مبدا داریم. عرض از مبدا چیه؟ عرض از مبدا اینه. اگر اینجا بتونیم بنویسیم که نمی نویسه، متاسفانه اینجا قابل نوشتن نیست. اگر من بتونم نشون بدم با ماوس، این اشارهگر ماوس رو بتونم نشون بدم، این قسمت ببینید، ببین این قسمت میشه عرض از مبدأ. یه بار دیگه این قسمت میشه عرض از مبدأ. ببینید از صفر شروع نشده، با یه فاصله ای شروع شده، با یک فاصله ای در واقع شروع شده. به این میگن عرض از مبدأ. زمانی که به مدل های عرض از مبدأ میدیم، معمولا این نقض نمیشه، این فرض نقض نمیشه و درست. به این خاطر میگیم که معمولا در پژوهش‌ها این فرض نقض نمیشه و مشکلی ایجاد نمیکنه. این از فرض اول. و اما بریم سراغ فرض دوم، فرض همسانی واریانس ها، در واقع همسانی واریانس خطاها. این چی میگه این همسانی واریانس خطا؟ ببینید، بذارید من این تصویر رو یه مقدار بزرگترش بکنم، بعد ببینم که از کجا اینو میتونیم بزرگترش بکنیم. اجازه به من این کار رو بکنم، بعد دوباره ادامه بدم. از اینجا من میتونم اینو چیکار کنم؟ بزرگترش بکنم. دقت بکنید، بذاری کمی هم بزرگتر بکنیم که قشنگ قابل رؤیت باشه. ببینید همسانی چیه فرض ما؟ همسانی واریانس مقادیر خطا. واریانس یعنی چی؟ واریانس یعنی پراکندگی. خب واریانس یعنی پراکندگی. میگه پراکندگی خطاها بایستی همسان باشه. پراکندگی خطاها باید چی باشه؟ همسان باشه. یعنی چی؟ بخوام توضیح بدم یعنی چی؟ ببینید این نکته از اینجا تا اینجا دقت بکنید، اینجا این نقطه رو ببینید. من اگر بتونم از اینجا تا اینجا یه فاصله ای داره، درسته؟ این هم یه فاصله ای داره، این هم یه فاصله ای داره، درسته؟ این هم یه فاصله ای داره، بعد این هم یه فاصله ای داره، این نقطه هم یه فاصله ای داره از اون بالا. ببین این فاصله، بذار قشنگ بیفته اونجا. این
این فاصله. پس اینا چیه؟ اینا یه سری در واقع اختلافی دارن با اون منحنی که کشیده شده و اون خطی که کشیده شده. خب خط رگرسیونه. خب میگی که این فاصله ها برای مقادیر مختلف باید با هم همسان باشند. یعنی چی؟ یعنی در واقع این یه تناسبی میگه بین این خطاها بایستی با این خط و فاصله‌ای که با این خط دارن برقرار باشه. یعنی مثلا اینجا که برای مثلا مقدار این مثلا بگیم ما 40% باشه، برای 40% این مقدار فاصله اگر وجود داشته باشه، برای 30% به تناسب بایستی این فاصله چی باشه؟ کم بشه. مثلا این 30%. خب ببین این مقدار مثلا شما فرض کنید این 30%، این مقدار مثلا 20%. میگه برای 30% از اینجا فاصله داریم تا اینجا. خب این فاصله رو میگه اگر شما یه تناسب بگیرید برای 20% باید نصف اون فاصله رو در واقع داشته باشه. برای 10% باید 1/3 اون فاصله رو با خط داشته باشه. پس میگه این اختلاف، این تفاوت بین این ارقام واقعی با خط رگرسیون بایستی برای مقادیر مختلف یه همسانی داشته باشه. دقت کردین؟ بهش میگه همسانی واریانس خطاها. واریانس یعنی این پراکندگی هاست، این فاصله های بین نقطه با خطه. خب به این میگم پراکندگی، واریانس. میگه این پراکندگی ها از یه نسبتی در واقع از یه نسبت همسانی برخوردار باشه. اینجوری نباشه که اینجا برای 40% این فاصله هست، اینجا برای 20% مثلا فاصله بیشتر بشه، اینجا مثلا برای 10% فاصله خیلی کمتر بشه، یا برای مثلا 5% فاصله خیلی بیشتر بشه. یه تناسبی، یه همسانی بین این اختلاف یا واریانس بین خطاها وجود داشته باشه. به این میگن همسانی واریانس. یعنی خطاها بایستی از همسانی برخوردار باشه. من سعی کردم طوری توضیح بدم که مفهومش رو متوجه بشید. همسانی واریانس، همسانی خط، در واقع اختلاف، این پراکندگی بین داده ها. خب به این میگن همسانی واریانس ها. حالا بریم سراغ فرض سوم که چیه؟ عدم خود همبستگی خطاها. فرض سوم ما اینه و خیلی هم مهمه. عدم خود همبستگی بین خطا یعنی چی؟ ببینید در مدل های رگرسیون خطی که ما اصطلاحاً OLS بهش میگیم، مقادیر، ببینید این مقادیر متغیرهای مستقل، این مقادیر متغیر مستقل دیگه، این نقطه هایی که اینجا شما میبینید مقادیر متغیرهای چیه؟ مستقله. این مقادیر متغیرهای مستقل به صورت تصادفی انتخاب شدن. یعنی هیچ دخل و تصرفی در اینایی که اینجا به وجود اومده و قرار گرفته هیچ دخل و تصرفی انجام نگرفته. پس این مقادیر متغیرهای مستقل و تصادفی، در واقع مستقل و وابسته، کاملا به صورت تصادفی اتفاق افتاده. یعنی من عمدن این نقطه رو نیاوردم بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا. این از داده های واقعی اتفاق افتاده. ما رفتیم از صورت های مالی داده ها رو جمع آوری کردیم، اومدیم آوردیم گذاشتیم اینجا، به این شکل در اومد. هیچ دخل و تصرفی در اینجا ما اصلا نداریم. خب میگه چون مقادیر متغیرهای مستقل و وابسته به صورت کاملا تصادفی اتفاق افتاده و هیچ عمد و قصد و در واقع تعمدی در اینها وجود نداشته، نهایتاً مقادیر خطایی که از این داده های تصادفی ایجاد میشه نهایتاً باید چی بشه؟ اونم تصادفی بشه.
یعنی مقادیر خطا هم بایستی تصادفی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من قرار بود اینها رو به صورت برنامه ریزی شده بیام بین این خط رگرسیون، در اطراف این خط رگرسیون قرار بدم، پس حتما باید یک همبستگی بین این مقادیر وجود داشته باشه. میگه چون داده های واقعی من به صورت تصادفی انتخاب شدن و من پژوهشگر هیچ گونه دخل و تصرفی در این داده ها ندارم و رفتم از صورت های مالی گرفتم و کاملا به صورت تصادفی اتفاق افتادن اینجا قرار گرفتن، پس بایستی مدل رگرسیونی که از داده های تصادفی من پیش بینی میکنم و این پیش بینی مدل رگرسیون منجر به خطاهایی در ایجاد خطاهایی در مدل رگرسیون میشه، میگه این خطاها هم بایستی کاملا تصادفی باشه و بین خطاها هیچ گونه وابستگی و همبستگی و ارتباط معنادار و ارتباط منظمی وجود نداشته باشه. به این میگن عدم وجود همبستگی، خود همبستگی بین خطاها. پس خطاها نبایستی از یک رابطه مشخص و معناداری با هم برخوردار باشن. اینم فرض سوم که مفهومشو خواستم خدمتتون توضیح بدم. و اما فرض 4 چی بود؟ فرض 4 تصادفی بودن مقادیر X بود. مقادیر X. مقادیر X کدوما بودن؟ ببینید در این مدل رگرسیونی مقادیر X کدوما بودن؟ مقادیر X همون متغیرهای چیه؟ مستقله. خب میگه تصادفی بودن متغیرهای مستقل. و الان صحبتشو کردیم دیگه، بحث خود همبستگی و صحبتشو کردیم. خب چرا میگیم که اصلا این فرض تصادفی بودن مقادیر X مهم نیست؟ در مدل معمولا اینها به صورت تصادفی اتفاق میفته. صحبت کردیم دیگه، گفتیم که متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته کاملا به صورت تصادفی انتخاب میشن. یعنی من نرفتم بگم آقا مثلا من میرم این شرکت رو به قصد انتخاب میکنم و چرا؟ چون مثلا داده‌هاش دقیقا به این شکله. یعنی هیچ تعمدی در انتخاب نمونه من ندارم، هیچ تعمدی در قرار دادن اون عددها در اون مدل رگرسیونی من ندارم، چون هیچ تعمدی ندارم و کاملا تصادفی اتفاق افتاده. خب طبیعتا این فرضم قبول میشه دیگه، خیلی در واقع مشکلی ایجاد نمیکنه، چون نهایتا نتیجهشو در خود همبستگی هم ما میبینیم ها، که من قبل این توضیح دادم بحث خود همبستگی بین مقادیر خطا. در واقع به نوعی میتونیم بگیم نتیجه اینه، یعنی ما باید متغیرهای مستقلمون رو به صورت کاملا تصادفی انتخاب بکنیم که هم این فرض برقرار باشه و هم بحث فرض خود همبستگی بین مقادیر خطا. پس فرض 4 هم خیلی در واقع برای ما مهم نیست، تفاوتی ایجاد نمیکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. خب و اما فرض 5. فرض 5 نرمال بودن مقادیر خطاست. ببینید میگه این مقادیر خطا باید از توزیع نرمال برخوردار باشن. دقت بکنید میگه مقادیر خطا، باز برگردم به همین نمودار، این مقادیر خطایی که در اطراف این خط رگرسیون پراکنده شدن، میگه توزیع اینها از در واقع نرمال باشه. خب ببینید کی توزیع این مقادیر خطا نرمال میشه؟ زمانی توزیع مقادیر خطا نرمال میشه که متغیر وابسته من نرمال باشه توزیعش. دقت بکنید، زمانی مقادیر خطا نرمال میشه، توزیع مقادیر خطا به نوعی بهتر درست‌تر بخوایم بگیم توزیع مقادیر خطا از یه توزیع نرمالی برخوردار خواهد شد.
که متغیر وابسته من کدوم، یعنی این ایگرگ آیتی وای آیتی متغیر وابسته من از توزیع نرمالی برخوردار باشه. پس من برای اینکه بیام این فرض رو برقرار بکنم بایستی برم ببینم متغیر وابسته من آیا در واقع توزیعش نرمال هست یا توزیعش نرمال نیست. اگر توزیعش نرمال باشه خب طبیعتا اینجا هم مقادیر خطا از توزیع نرمالی برخوردار میشن، تأثیر داره. اگر نباشه احتمال داره که مقادیر خطا از توزیع نرمال برخوردار نباشند. خب حالا اگر مقادیر خطا از توزیع نرمال برخوردار نشدن چه اشکالی پیش میاد؟ میگیم که آقا آماردانها اینجوری میگن که اگر مشکل فرض اینجوری بگیم 2 و 3 ما برقرار باشه، یعنی همسانی واریانس ها وجود داشته باشه و خود همبستگی بین مقادیر خطا وجود نداشته باشه، فرض 2 و 3 برقرار باشه، معمولا اگر نرمال هم نباشه مقادیر خطا، یعنی فرض 5 رد بشه، اشکالی ایجاد نمیکنه. این یک داستان، یک قضیه. مورد بعدی اینه که طبق قضیه حد مرکزی اگر تعداد مشاهدات من بیشتر از، بعضی منابع میگن 30 تا، حالا ما میگیم آقا 30 تا هم خیلی کمه، بگیم آقا اصلا 100 تا بیشتر باشه تعداد مشاهدات، معمولا متغیر وابسته میره به سمت نرمال بودن. هرچند اگر هم نرمال نباشه، در واقعیت نرمال نباشه، چون تعداد مشاهدات ما زیاد هست، ما متغیر وابسته رو اگر نرمال هم نباشه میگیم طبق قضیه حد مرکزی این متغیر نرمال هست و در نتیجه توزیع باقی مانده های خطا یا مقادیر خطای مدل رگرسیون هم طبیعتا نرمال خواهد بود. پس 2 تا مطلب جدا شد. دوباره میگم، اگر همسانی واریانس ها و خود همبستگی مشکل خود همبستگی و ناهمسانی نداشته باشیم، این اتوماتیک میگیم آقا نرمال بودن هم ایرادی نمیکنه. 2 اگر تعداد مشاهدات من بیشتر باشه که معمولا در حسابداری تعداد مشاهدات خیلی زیاده، یعنی بالای 1000 1500 2000 تا ما مشاهده معمولا داریم، برو بالاتر البته خیلی زیادتر. خب موقعی که میزان مشاهدات من زیاد هست، طبق قانون حد مرکزی میگیم که اگر هم مقادیر ما نرمال نباشه، قانون حد مرکزی به ما میگه که مقادیر شما نزدیک به نرمال هست و میتونید از آزمون‌های پارامتریک استفاده بکنید و ایجاد مزاحمت هم نخواهد کرد و نتایج هم قابل اتکا خواهد بود. پس نرمال بودن هم عرض به حضور خدمت توضیح دادم که بهتره باشه، اگر باشه خیلی بهتره، ولی معمولا اینم تجربی دارم خدمتتون عرض میکنم، ولی معمولا در پژوهش‌های حسابداری داده هایی که ما جمع آوری میکنیم از توزیع نرمالی برخوردار نیستند، و معمولا توزیعشون غیر نرمال هست. ولی خب دیگه ما بنابر قاعده حد مرکزی در آمار میگیم که چون تعداد مشاهدات ما خیلی زیاده، پس توزیع داده های ما میره به سمت نرمال بودن و کارمون رو انجام میدیم، دیگه بهش توجهی نمی کنیم. این هم فرض 5. و ما گفتیم یه فرض هم داریم در برای رگرسیون های چند متغیره، یعنی اگر رگرسیون من بیش از یه دونه متغیر مستقل داشته باشه، اگر بخوام نمونهش رو در فصل 3 این پایان‌نامه نمونه خدمتتون توضیح بدم، ببینید در فصل 3 اگر باز بکنیم
بریم پایین تر. ببینید این فرضیات ما، ببین این مدل های رگرسیونی پایین، ببین چند تا متغیر مستقل درش وجود داره. بشمریم 1 2 3 4 5 6 7 8 خیلی زیاده، با حدودا 12 13 تا چی داره؟ متغیر مستقل و کنترلی داره. خب زمانی که رگرسیون من چند متغیر است مثل این، خب این چند متغیر بودن یه مشکلی میتونه ایجاد بکنه. مشکل میدونید چیه؟ مشکل اینجاست که این متغیرها ممکن است هیچ چیزی قطعی نیست، ممکن است این متغیرهای مستقلی که اینجا من دارم دونه دونه، اینها با هم یه همبستگی و رابطه‌ای با هم داشته باشن، این همبستگی بین متغیرهای مستقل اگر وجود داشته باشه، مثل آهنربا نتایج رو به خودش چیکار میکنه؟ جذب میکنه و نتایج رو از مسیر واقعی خودش منحرف میکنه. نتایج که از مسیر واقعیش منحرف شد، خب طبیعتا نتیجه‌ای که عاید میشه به درد نخواهد خورد. خب در رگرسیون های چند متغیره ما یک فرض دیگری رو تست میکنیم. خب به نام فرض همخطی، ببخشید یه لحظه اسمش یادم رفته بود، به نام فرض همخطی دقیقا اینو میگه در رگرسیون های چند متغیره، متغیرهای مستقل نباید، دقت بکنید، متغیرهای مستقل نباید با همبستگی قوی داشته باشد. یه بار دیگه میگم، همخطی میگه زمانی که در فرضیه من چندین متغیر مستقل وجود داره، برای اینکه نتایج رگرسیونی من قابل اتکا باشه و خدشه یا خللی درش وارد نشه، باید بین متغیرهای مستقل همخطی یا همبستگی شدیدی وجود نداشته باشه. اگر اینها همبستگی شدید با هم داشته باشن، مثل آهنربا همدیگر رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن یا دفع میکنن و این جذب یا دفع کردن این در واقع متغیرها همدیگر رو که این کار انجام میدن، باعث میشه که نتایج دچار چی بشه؟ دچار خدشه بشه و نتایج رگرسیونی که به دست میاد خیلی قابل اتکا نباشه. اینم فرض همخطی که خدمتتون عرض کردیم. الان باید بریم ببینیم که اولا اینها رو چجوری ما میتونیم آزمون بکنیم. این یک، خب این البته 5 تا که نشد، ما به طور کلی 6 تا رو آزمون میکنیم. و از این 6 تا ببینیم که اولا چجوری بایستی آزمون بکنیم. بریم وارد نرم افزار ایویوز بشیم، این 6 تا رو آزمون بکنیم، ببینیم اول نحوه آزمون این 6 تا چجوریه و در ثانی اگر نتایج به ما نشون بده که آقا این مفروضات برقرار نیست. یعنی چی؟ یعنی همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل وجود، یعنی همخطی وجود داره، یعنی ناهمسانی وجود داره. خب ناهمسانی وجود داره، خود همبستگی شدید وجود داره. الان باید چیکار کنیم؟ اگر اینها نقض بشه ما بایستی چیکار کنیم؟ این مفروضات اگر نقض بشود باید چیکار کنیم؟ اینو بایستی من خدمتتون الان میخوام توضیح بدم. خب بریم سراغ نرم افزارمون رو باز بکنیم، ببینیم که چجوری میتونیم اینها رو آزمون بکنیم و نتایجش رو بیایم تفسیر بکنیم و بگیم که اگر نتایج اینجوری باشه پس حالا رد میشه یا رد نمیشه. حالا اگر رد بشه باید چیکار کنیم؟
خب برای اینکه تایم ویدیو گرفته نشه من فایل کاری رو باز کردم. یه توضیحی بدم فقط در مورد فایل کاری. اینجا که مفروضات مدل رگرسیون رو من خدمتتون دارم عرض میکنم مربوط به داده های مقطعی و سری زمانی هست ها. فرق نمیکنه حالا در داده های ترکیبی هم در فصل آینده انشالله شما خواهید دید که ما دقیقا همون کار رو انجام خواهیم داد، منتها اونجا یه مقدار فرق میکنه، یعنی یه مقدار اون جای در واقع گزینه ها و اینها فرق میکنه و که چجوری بایستی این کار رو انجام بدیم. اینی که دارم عرض میکنم اصلا این فصل مربوط به داده های مقطعی و سری زمانی هست. داده های پنلی و ترکیبی و فعلا صحبت نمی کنیم راجبش. پس من نوع فایل کاری که باز کردم از نوع داده های مقطعی هست. سری زمانی هم اینه، همین فرقی نمی کنه. خب من فایل کاریمو باز کردم. اینجا شما میبینید که اینجا من یه سری متغیرهایی دارم، FRQ، real و از بزرگ تایم، اینم که در واقع باقی مانده مدل هست. خب دیگه نحوه انتقال داده و اینها رو شما قاعدتا بایستی بلد باشید. البته احتمالاً من یک فایل جداگانه‌ای ضبط بکنم برای شما که در مورد نحوه انتقال داده به صورت مفصل، یه مقدار مفصل‌تر راجبش صحبت بکنم و یه مقدار اون امکانات نرم افزار EViews و نرم افزار SPSS اینا رو خدمتتون بگم. فعلا ما فرض بر این میگیریم که شما نحوه باز کردن در واقع فایل کاری رو در EViews طبق آموزشی که در فایل های قبلی دادم بلد هستید. خب من یه فایل کاری باز کردم که 1530 تا داده دارم. خب 1530 تا مشاهده دارم، اینجا اطلاعاتش رو نوشته و 3 تا متغیر دارم. FRQ خب قبلا تعریف کردیم، FRQ رو کیفیت گزارشگری مالی تعریف کردیم. ریل رو قابل اتکا بودن گزارشگری مالی تعریف کردیم. تایمو به موقع بودن تعریف کردیم. خب از کجا تعریف کردیم؟ از فصل، ببینید فصل 3 اگر ما بیایم این متغیرها رو اینجا تعریف کرده بودیم دیگه. ببینید FRQ کیفیت گزارشگری مالی هست، تایملس در واقع به موقع بودن، بذار پیدا کنم، این در واقع ریلایبیلیتی قابل اتکاست و تایملیس به موقع بودن هست. تایملیس به موقع بودن و ریلایبیلیتی قابل اتکا هستش که من 4 حرف اولش ریلش رو نوشتم دیگه، اینم تایمش رو نوشتیم، اینم FRQ کیفیت گزارشگری مالی است. فرضیه ما هم اینه که آیا قابل اتکا بودن داده ها و به موقع بودن گزارشگری مالی بر روی کیفیت گزارشگری مالی تاثیر داره یا نداره. خب اگر من بخوام مدل رگرسیونیش رو برای شما بنویسم اینجوری خواهم نوشت برای شما. ببینید میگم که F R Q آیا تی، حالا یا آیا تی، ببخشید این چون داده ها مقطعی هستش دیگه، تی برابر است با بتا صفر به علاوه ریل، همون ریلایبیلیتی تی هست به علاوه، البته داده ها گفتیم که داده های ما چیه؟ مقطعیه. ببخشید من چون داده ها مقطعیه اینا رو بایستی بذاریم آی. من اینو توضیح دادم خدمتتون دیگه، حالا اگر نیاز باشه یه بار دیگه هم توضیح میدم خدمتتون. حالا بعدا در راجع به داده های پنلی که خواستیم در فصل بعدی توضیح بدیم اینم یه بار دیگه توضیح میدم بهتون. این میشه آی چون داده های ما مقطعیه، این میشه آی، اینم بتا صفر میشه، اینم ریلایبیلیتی آی میشه، به اضافه البته یه بتا یکی هم اینجا داره. بذارید بس من از اینجا اینو کلن پاک کنم، یه بتا بنویسم
براش بتا 1 بتا 1 ریلایبیلیتی به اضافه بتا 2 چی تایم اینم آی به اضافه یه اپسیلون اینم اندیس آی میگیره. خب پس این شد مدل رگرسیونی. این متغیر وابسته من هست، این متغیر و این متغیر چیه؟ مستقل هست. هم این مستقله و هم این مستقله و اینم که خطا هستش. اینم که بتا صفرم چیه؟ با عرض از مبدأ مقدار ثابت یا همان عرض از مبدأ است. پس مدل رگرسیونی من در این مثالی که میخوام عرض بکنم این هست. پس FRQ کیفیت گزارشگری مالی، ریلایبیلیتی قابل اتکا بودن، تایم به موقع بودن، اپسیلون همون خطا هستش، بتا صفر هم همون مقدار ثابت یا عرض از مبدأ است. پس اینا رو مشخص کردیم. خب الان من میخوام بیام و مفروضات مدل رگرسیونی رو چیکار کنم؟ انجام بدم ببینم که فرضها برقرار هست یا برقرار نیست. خب الان باید چیکار کنم؟ الان باید بیام این مدل رگرسیونی رو برآورد بکنم. گفتیم چجوری برآورد میکنیم؟ خب متغیر وابسته رو اول انتخاب میکنیم، دستمون رو میذاریم رو دکمه کنترل و متغیرهای مستقلمون رو انتخاب میکنیم، ریلایبیلیتی و تایم رو انتخاب میکنیم. خب 3 تا داشتیم دیگه، یه دونه متغیر وابسته داشتیم، 2 تا متغیر مستقل داشتیم. کلیک راست میکنیم و اوپن رو روش قرار میگیریم و به صورت equations، به صورت معادله برآورد میکنیم. خب شما میبینید FRQ متغیر وابسته، ریل متغیر مستقل اول، تایم متغیر مستقل دوم، سی هم مقدار ثابت هست. این همون چیزی که من اینجا براتون نوشتم دیگه. ببینید اینها، این همون مدل هست. خب الان من اوکی رو میزنم که مدل رگرسیونی به این شکل چی بشه؟ برآورد بشه. این مدل رگرسیونی که برآورد شده. حالا من اینجا میخوام چیکار کنم؟ بیام مفروضات مدل رگرسیونی که برآورد کردم و چیکار کنم؟ ببینم که آیا این مفروضات برقرار هست یا برقرار نیست. خب باید چیکار کنم؟ باید برم منویی هست به نام منوی ویو. دقت بکنید، منویی هست به نام منوی ویو. یعنی بعد از اینکه من مدل رگرسیونی رو برآورد کردم، در همین پنجره نتایج دقت بکنید اینجا هم ویو داره ها، ولی ما با این کاری نداریم. ما با چی کار داریم؟ ما با این ویویی که در پنجره نتایج من میبینم کار دارم. این ویو رو من میزنم و در این ویو میرم سراغ باقی مانده. ببینم ریزیجوال دیاگنوستیکس، ریزیجوال یعنی باقی مانده، ریزیجوال. پس با این کار دارم، با این در واقع گزینه ها کار دارم من. خب با این گزینه ها کار دارم. اولین فرض من، خب فرض اول که اون بحث امید ریاضی خطاها بایستی صفر باشه، اونو دیگه گفتیم هیچ آزمونی براش انجام نمیدیم. خب فرض دوم چی بود؟ فرض دوم اگر نگاه بکنیم، فرض دوم همسان بودن واریانس خطاهاست. همسان بودن واریانس خطاها. خب همسان بودن رو چیکار میکنیم؟ پس میاییم گزینه ویو رو انتخاب میکنیم. یه بار دیگه گزینه ویو رو من انتخاب میکنم و رزیجوال رو انتخاب میکنم. از رزیجوال یک گزینه هست به نام هترو. ببینید هتروکداستیکس تست. هترو حالا ما معروف هست به گزینه هترو. این هترو رو میزنیم. خب گزینه هترو رو انتخاب میکنیم. خب در گزینه هترو چندین آزمون پیش بینی شده. خب
چندین آزمون پیش بینی شده، نمیدونم آزمون آرچ، وایت، آزمون در واقع اما آزمون های مختلفی که اینجا وجود داره. ولی ما از کدوم استفاده میکنیم؟ برای بررسی همسانی بین خطاها. دقت بکنید، همسانی بین خطاها. میایم از آزمون وایت استفاده میکنیم، آزمون وایت. پس گزینه وایت رو شما انتخاب میکنید. حتما باید این تیکو وردارید. خب اگر بر ندارید، حالا اینجا در نتایج خواهم گفت که چه اتفاق میفته. خب اوکی رو میزنید. اگر شما این تیکو بر ندارید، این متغیر هم به صورت یک متغیر مستقل برای شما، این متغیر OBS علامت ضرب در R اسکوار به شما به عنوان یک متغیر در نظر میگیره. خب کاری نداریم، پس تیکه رو ور میداریم. ببین من یک بار دیگه اگر بخوام این کار رو انجام بدم، دوباره ببینید برآورد کردم، میام ویو رو انتخاب میکنم، رزیجوال رو انتخاب میکنم و گزینه هتروکلاستیکس تست اینو میزنم و این پنجره باز میشه. از پنجره باز شده وایت رو انتخاب میکنم، این تیکه رو ور میدارم و اوکی میکنم. اینجا نتایجی که وجود داره، ببینید ما با هیچ کدوم از اینا فعلا کاری نداریم. تنها چیزی که من کار دارم این نتایج اف استاتیستیک هست و پروبیبلیتیش، ضریب احتمالش. ببینید اف استاتیستیک آزمون اول، البته آزمون دوم هم داره نشون میده ها، ولی مهمترین آزمون اینجا آزمون اول هست، آزمون اف استاتیستیک. دقت بکنید. خب آزمون اف استاتیستیک رو به چیش نگاه میکنیم؟ به کدوم عددش نگاه میکنیم؟ به پروبیبلیتی ضریب احتمالش نگاه میکنیم. ضریب احتمالش چقدره؟ 0.0716 0.0716 یعنی حدودا 7%، 700 دیگه. حالا با خلاصش بکنیم یعنی 700. 700 از 500 چیه؟ بیشتره. 700 از 500 بیشتره. بذارید من یه توضیحی در مورد این تصمیم گیری کلن بدم. خب ببینید، بعضی از آزمون‌های آمار، بعضی از آزمون‌های در واقع آزمون‌های آماری، بعضیشون محاسباتیه. خب ما کاری نداریم. مثلا در ادامه خواهم گفت، مثلا دوربین واتسون، ما یه آزمون داریم به نام دوربین واتسون که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد برای بحث خود هم بسی. این عدد یک بازه رو میگیم که حالا خواهم گفت که یه عددی اگر این عدد باشه اینو ما قبول میکنیم، اگر نباشه مثلا ردش میکنیم. خب بعضی از آزمون ها فرضیه دارن در آمار. بعضی از آزمون‌های آماری چیه؟ دارای فرضیه هستش. دقت بکنید، دارای فرضیه هست. خب از این به بعد خیلی باهاشون کار داریم ها. بعضی از آزمون‌های آماری، پس بعضیشون محاسباتیه، اون دیگه مشکلی نداره، ولی بعضی از آزمون‌ها فرضیه دارن. یعنی چی فرضیه دارن؟ یعنی یه دونه H یک دارن، یه دونه H صفر دارن. خب شما قاعدتا H1 و H0 رو در واقع بایستی در روش تحقیق خونده باشید. H1 فرضیه محقق هست، H0 فرض صفر یا فرض مخالف هست. خب ما بر اساس این دوتا تصمیم میگیریم که فرضیه ما رد میشه یا قبول میشه. خب دقت بکنید، خیلی مهمه اینجا. این آزمون‌های آماری یک سری فرض‌های H1 و H0 استاندارد دارن. استاندارد داره. خب یعنی اینجوری نیستش که در تمامی منابع آماری، در تمامی کتاب‌ها شما برید این فرض‌ها رو می‌بینید. مثلا در مورد آزمون نمیدونم همسانی، آزمون خود همبستگی، این فرض‌ها رو در کتاب‌های آماری نوشتن. فرض‌هایی که دیگه چیز نداره، دیگه استاندارد در همه یکسان هست. ببینید قرار نیست ما این فرض‌های H0 و H1 رو چیکار کنیم؟ برای تمامی آزمون‌ها حفظ بکنیم.
اصلا نه منطقی هست، نه درست هست، نه اصولی هست، نه عقلانی هست. اصلا حفظ کردن اینا به درد ما نمیخوره. در منابع، در کتاب‌ها، در کتاب‌های آماری، روش تحقیقی اینا هست، وجود داره. اینا استاندارد در کل دنیا، این فرض‌ها استاندارد هست. پس اینجوری نیست که اینجا مثلا در ایران یه جور باشه، در یک کشور دیگه یه جور. نه، یه فرض‌های استانداردی هست. اون فردی که اومده و این آزمون رو در واقع ایجاد کرده، اختراع کرده، کشف کرده، بهش رسیده، این فرض‌ها رو قرار داده و همه هم دارن از اون فرض‌ها تبعیت میکنن و استفاده میکنن. پس اول باید ببینیم که این آزمون فرض H0 و H1 چیه. این آزمون فرض H0 و H1 چی هست؟ خب حالا بعد که فهمیدیم فرض H0 و H1 چی هست، دو تا اتفاق میفته. نگاه میکنیم به ضریب احتمالش. ضریب احتمال همان پراب نوشته اینجوری، probability پراب. خب پراب یا همون probability، این بهش میگن ضریب احتمال. اگر ضریب احتمال کوچکتر، دقت بکنید، کوچکتر یا مساوی 5% باشه، اگر کوچکتر یا مساوی 5% باشه، H0 رد میشه و H1 پذیرفته میشه. دقت بکنید. پس این حالت اول، این حالت اول. پس زمانی که این حالت اول، ببینید قشنگ میتونید یادداشت برداری بکنید. اگر این ضریب احتمال probability کوچکتر مساوی 5% باشه، H0 رد میشه، H1 پذیرفته میشه. اگر این probability بزرگتر از 5% باشه، برعکس میشه، H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. اینم حالت دوم. پس حالت اول اگر probability کوچکتر از 5% و 1% یا 5% و 1% بهترین حالته، 5% عمومی ترین حالته. خب موقعی که از 5% کوچکتر میشه، از دیگه مهم نیست حالا از 1% هم کوچکتر باشه یا نباشه. اگر از 5% کوچکتر باشه یا مساوی 5% باشه، میگیم که چی؟ میگیم که H0 رد و H1 پذیرفته میشه. اگر برعکس probability بزرگتر از 5% باشه، میگیم که نمیتونیم H0 رو رد بکنیم، H0 پذیرفته میشه، H1 چی میشه؟ رد میشه. پس شما اگر بخواید راحت تر اینو متوجه بشید، همینو لحاظ بکنید دیگه با این کاری نداشته باشید. بگید آقا اگر کوچکتر از 5% باشه تایید میکنیم فرضیه‌مونو، اگر بزرگتر باشه ردش میکنیم. خیلی ساده و آسان. خب خودشم اگر زیر 5% و بالای 1% باشه، میگیم در سطح 95% پذیرفته میشه. اگر زیر 1% باشه، میگیم در سطح 99% پذیرفته میشه. خب معمولا بیشترین استفاده 95%، بهترین حالت 99% هست. حالا دیگه خیلی هم مهم نیست. حالا برگردیم به نتیجه. ببینید الان probability من چقدر اومده؟ 7%. 7% رو برگردم اینجا. 7% چیه داستانش؟ قضیهش چی 7%؟ probability بزرگتر از 5%.
بزرگتر از 5%. بزرگتر از 5% باشه چی میشه؟ H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. ببینید H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. بزرگتر از 5%. H1 رو چیکار میکنیم؟ ردش میکنیم. حالا سوال H1 این فرضیه ناهمسانی واریانس ها چیه؟ H0 چیه؟ آیا حفظم؟ نه من حفظ نیستم. پس H0 و H1 چیه؟ نگاه میکنیم به کتاب ها، نگاه میکنیم به منابع. خب ببینید که کتاب ها چی نوشته. ببینید که رو کتاب اینو داریم H0 و H1 شو. یعنی مقدار کوچیک‌ترش کنم. ببینیم که صفحه تخمین مدل ببین فرضیه رو ببینید. بذار ببینم میتونم پیداش کنم از اینجا. این آزمون علیت کار نداریم فعلا باهاش. صفحه چنده؟ خیلی اومده این پایین. یه مقدار باید بریم بالاتر. این چیه؟ تحلیل های توصیفی. اجازه بدید من برای اینکه وقت گرفته نشه من اینو استاپ بکنم، پیدا بکنم، بعد میام خدمتتون. خب من اینو پیداش کردم، این از کتاب، این آزمون ناهمسانی و منتها ناقصه، یعنی این فرضیاتشون نداره. ببینید صفحه دقت بکنید. این صفحه چنده؟ 269 هستش. 269 شده 276. این وسطاش صفحش نیست. پس من مجبورم فرضیه H0 و H1 آزمون ناهمسانی واریانس ها رو بهتون بگم. بذارید از روی کتاب من اینو میخونم برای شما که و می نویسم اینجا براتون. بله ببینید من اینجا می نویسم خدمت شما که داشته باشیم. ناهمسانی واریانس ها آزمون ناهمسانی واریانس خطاها. خب H صفرش چیه؟ واریانس مقادیر خطا همسان است. واریانس مقادیر خطا همسان است. H1 چیه؟ واریانس مقادیر خطا همسان نیست. خب این فرضیه‌شه. H0 میگه واریانس مقادیر خطا همسان است، H1 میگه همسان نیست. خب برگردیم به نتایج. آقا 7% اومده. 7% یعنی چی؟ 7% بیش از 5%. بیشتر از 5% باشه H1 من چی میشه؟ رد میشه. H1 من رد بشه یعنی چی؟ یعنی همسان نیست. یعنی واریانس مقادیر خطا همسان نیست. ناهمسانی وجود داره. پس فهمیدیم باید حتما H0 و H1 رو بدونیم چیه. آقا H0ش حفظ نباید بکنم که از منابع باید بنویسم، از کتابا باید بنویسم، فقط تحلیلش رو اینجا بلد باشم. بگم که اگر بیش از 5% باشه H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. خب آقای رد شد. ببین
ببخشید من اینو اصلاح میکنم. H1 چقدره؟ 7%. 7% یعنی چی؟ 7% یعنی H1 رد میشه دیگه. H1 رد بشه چی میشه؟ H0 پذیرفته میشه، یعنی همسان است. من خیلی عذرخواهی میکنم، من یه لحظه درست تحلیل نکردم. خب اینجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر ببینید اگر بیش از 5% باشه حالت دوم اتفاق میفته، H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. حالا بیاین اینجا آقا بیش از 5% H1 رد میشه، H0 پذیرفته میشه. H0 چی گفته؟ همسان است. پس ما مشکل ناهمسانی واریانس های خطاهای مدل رو نداریم. خب اینم از آزمون ناهمسانی. پس آزمون ناهمسانی رو خیلی راحت ببینید چیکار کردیم. اومدیم مدل رگرسیونیمون رو چیکار کردیم؟ برآورد کردیم مدل رگرسیونی رو. بعد از اینکه برآورد کردیم FRQ متغیر وابسته، ریل و تایم رو انتخاب کردیم، برآورد کردیم، به صورت اکویشن باز کردیم، مدل رگرسیون رو اوکی کردیم، برآورد شد. بعد اومدیم از منوی ویو ریزیجوال رو انتخاب کردیم و گزینه هتروکلاسیکس تست انتخاب کردیم و این وایت، آزمون وایت از اینجا انتخاب شد. اوکی. و ببخشید البته من باید تیکو وایس ور می داشتم، حتما دقت بکنید. تیکو ببین، تیکو بزنیم ببین نتایج فرق میکنه، نتایج عوض میشه. حالا خوب شد که من اونجا اشتباه کردم، تیکو بر نداشتم. ببینید نتایج دچار خلل شد، نتایج فرق کردیم بار. خب این از آزمون همسانی واریانس. آزمون بعدی آزمون خودهمبستگی است. آزمون خودهمبستگی. برای آزمون خودهمبستگی چیکار میکنیم؟ میایم متغیرهامون انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم، اوپن و به صورت اکویشن باز میکنیم، به صورت معادله و برآورد میکنیم. خب دقت بکنید اینجا. خب ما دو تا در واقع گزینه داریم که بفهمیم آیا خودهمبستگی وجود دارد یا خودهمبستگی وجود ندارد. خب یکی آزمونی هست به نام آزمون دوربین واتسون. من اینجا یه توضیح بدم. یه آزمونی داریم به نام آزمون DW نشون میدم، دوربین واتسون. میگه این دوربین واتسون، نتیجه آزمون دوربین واتسون باید بین عدد 1.5 تا 2.5 باشه. پس بهش میگن چی؟ آزمون دوربین واتسون. آزمون دوربین واتسون میگه آزمون دوربین واتسون نتیجهش باید بین 1.5 و چی باشه؟ 2.5. یعنی حدودای 2 باشه. حول هوش چی باشه؟ عدد 2 باشه. حول هوش عدد 2 باشه. میگه اگر حول هوش عدد 2 باشه این به ما نشون میده که در خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد. خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد. پس میگه اگر این شاخص بین حدودهای دو باشه به ما نشون میده که نتیجه به ما نشون میده که خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد. خب اگر نباشه چی؟ یعنی خود همبستگی مرتبه اول وجود دارد. خب این یه آزمون. خب حالا آزمون دوربین واتسون کجا نشون داده میشه؟ اینجا ببینید آزمون دوربین واتسون. ببینید آزمون دوربین واتسون الان چی رو نشون میده؟ حدودای کمتر از 1.5.
نزدیک به یکه. خب نزدیک به یک باشه گفتیم چیه؟ ببین از این 1.5 کوچیک‌تره. پس میگیم چی؟ خود همبستگی مرتبه اول وجود دارد، چون در این بازه قرار نگرفته، نزدیکی عدد 2 نیست، پس حدوداً عدد 1. پس میگیم خود همبستگی مرتبه اول وجود دارد. خود همبستگی مرتبه اول وجود دارد. ما علاوه بر این خود همبستگی مرتبه اول داریم، خود همبستگی مرتبه دوم و سوم هم داریم. خب دوربین واتسون فقط کدوم نشون میده؟ دوربین واتسون فقط خود همبستگی مرتبه اول رو به ما نشون میده. کجا نشون میده؟ همین نتایج مدل رگرسیونی اینجا هست. پس فهمیدم من یه خود همبستگی مرتبه اول دارم. حالا آیا من برم ببینم که من خود همبستگی مرتبه دومم دارم؟ خب اینو از کجا بایستی انجام بدیم؟ برای اینکه ما بفهمیم خود همبستگی، فهمیدیم خود همبستگی مرتبه اول رو داریم، آیا خود همبستگی مرتبه دومم داریم، باید چیکار کنیم؟ باید بریم گزینه ویو، منوی ویو رو انتخاب بکنیم، رزیدوال رو انتخاب بکنیم و یک گزینه هست به نام LM تست. LM تست، ببین این بالای هتروکلاستیک هست ها. یک گزینه هست به نام LM تست. LM تست رو میزنیم، میگه مرتبه چند رو میخوای بزنیم؟ میگم همون مرتبه 2 باشه، میگم اوکی. در مرتبه این نتایج به ما میده. من با هیچ کدوم اینا کاری ندارم، فقط آزمون اف استاتیستیک رو من میخوام. آزمون اف استاتیستیک صفره، پروبیبلیتیش صفره. دقت بکنید، پروبیبلیتیش آزمون اف پروبش چیه؟ پروبش کوچکتر از 5% یا حتی 1%. چرا؟ پروبیبلیتیش چنده؟ حدودا نزدیک 0 دیگه، حدودا نزدیک 0. 0 یعنی چی؟ از 5% هم کوچیکه، از 1% هم کوچیکه. خب حالا ببینیم آقا H0 و H1ش چیه؟ من نمیدونم. H0 و H1ش رو بایستی بدونم. خب بریم ببینیم که در کتاب این صفحش وجود داره. من میتونم آزمون خود همبستگی و فرضش رو ببینم. اگر ببینید اومده فرضیه رو گذاشتی اینجا. من نمیتونم، یعنی اگر این فرضیه H0 و فرضیه H1 وجود نداشته باشه اصلا نمیتونم من تصمیم بگیرم. آقا H0ش گفته عدم وجود خود همبستگی، H1ش گفته وجود خود همبستگی. خب وجود خود همبستگی. خب الان نزدیک به 0، نزدیک به 0 باشه پروبیبلیتی کمتر از 5%. پس من چی؟ H1 رو میپذیرم، H0 رو رد میکنم. H1 رو اگر بپذیرم چی میگه؟ میگه وجود خود همبستگی. میگه وجود خود همبستگی، یعنی خود همبستگی مرتبه دومم دارم. خود همبستگی مرتبه دومم دارم. پس من مشکل چی دارم؟ خود همبستگی دارم. ولی مشکل ناهمسانی نداشتم. مشکل ناهمسانی نداشتم آزمون قبلی، ولی مشکل خود همبستگی هم مرتبه اول دارم. چرا؟ چون دوربین واتسون هم 1 بود. اگر یادتون باشه نتایج من نشون داد که دوربین واتسون هم 1. اگر اینو من استیمیت بکنم، ببینید دوباره استیمیت بکنم و اوکی بزنم، دوربین واتسون هم عدد 1 رو نشون میده. پس هم مرتبه اول دارم هم مرتبه دوم دارم. دومم اومدم اینجا و رزیدوال رو انتخاب کردم و گزینه LM تست رو زدیم، اوکی رو زدیم. میگه آقا اگر کمتر از 5% و 1% باشه چی میشه؟ این میشه دیگه. اگر کمتر باشه
وجود خود همبستگی کمتر از 5% باشه وجود خود همبستگی رو تایید میکنه. خب اینو تست کردیم که همبستگی داره یا وجود خود همبستگی داره یا خود همبستگی ندارد. حالا اگر خود همبستگی داشته باشی که الان داره، باید چجوری برطرفش بکنم؟ چجوری برطرفش بکنم؟ یکی از راحت ترین راه های برطرف کردن در واقع بحث خود همبستگی، یکی از بهترین راهاش اینه که من میام اینجا میخوام برآورد بکنم، مدلمو میخوام برآورد بکنم اینجا بین سی و تایم که آخرین متغیر مستقل من بود و سی هم چیه؟ متغیر عرض از مبدأ هستش دیگه. می نویسم دقیق بکنیم، می نویسم آر پارانتز باز یک پارانتز بسته آر1 همون اتوریگرسیو هست. اتوریگرسیو یعنی ریگرسیون در واقع خب حالا آر1 رو می نویسیم خب و اوکی رو میزنیم. آر1 رو می نویسیم و اوکی رو میزنیم. دقت بکنیم عدد چی شد؟ نزدیک به 2.01. 2.01 یعنی چی؟ یعنی دوربین واتسون بین 1.5 و 2.5 هست. یعنی خود همبستگی مرتبه اول برطرف شد. چی شد؟ برطرف شد. خب پس من اگر خود همبستگی داشتم میام و اتوریگرسیو رو می نویسم، آر1 رو می نویسم. آر1 یعنی خود همبستگی خود رگرسیونی. خود رگرسیونی، دقت بکنید خود رگرسیونی. آر1 خود رگرسیونی مرتبه 1 اول. اگر برطرف نشد آر2 هم من میتونم بنویسم، یعنی هم بنویسم آر1 ببینید، هم بنویسم آر1 هم بنویسم آر اتوریگرسیو آر2 آر1 و آر2 اوکی رو بزنم. خب ببین بحث خود همبستگی مرتبه اول و دوم برطرف شد. خب این نحوه برطرف کردن خود همبستگی بود. خب پس اگر خود همبستگی مرتبه اول و دوم داشتیم، یعنی نتایج به من میگفت که دوربین واتسون من زیر در واقع 2 نیست، مثلا 1 هستش، زیر 1 هستش، یا خود همبستگی مرتبه دوم هم دارم. خب چجوری اصلاحش کردیم؟ یه آر1 و آر2 بهش اضافه کردیم. الان اگر ناهمسانی داشته باشم چی؟ ببینید من اینو میبندم، من اینجا برآورد میکنم اوکی. البته الان در که آزمون انجام دادیم نشون داد که ناهمسانی نداریم دیگه. یه بار انجام بدیم ببینید، یه بارم اگر بخوایم انجام بدیم آزمون هتروکلاستیکه دیگه، آزمون وایت و این تیکو ور بیداریم اوکی میزنیم. خب این نتایج چون بالای 5% در بالای 5% گفتیم چی میشه؟ بالای 5% باشه در آزمون
ناهمسانی گفتیم بالای 5% باشه چه اتفاق میفته؟ بالای 5% باشه همسانی وجود نداره، واریانس مقادیر خطا ناهمسانی وجود نداره، واریانس مقادیر خطا همسان هستند. خب البته اینجا ما بحث ناهمسانی نداریم. حالا اگر یه موقعی شد ما دیدیم که بحث ناهمسانی داریم، یعنی نتایج به ما نشون داد که اینا مثلا زیر در واقع نزدیک به 0 شدن، اون موقع باید چیکار کنیم؟ اون موقع باید بیایم برآورد مدلی که میخوایم برآورد بزنیم، میایم در اینجا یک گزینه هست به نام آپشن. در این آپشن از به حضور گزینه وایت رو انتخاب میکنیم. گزینه دوم ببینید، گزینه دوم ببینید. پس من فرض میکنم که من چی دارم؟ ناهمسانی دارم، مشکل همسانی دارم. فرض میکنم که من ناهمسانی دارم. ببینید من از اول پاک میکنم که یه بار دیگه انجام بدیم. میام برآورد میکنم equations. موقعی که برآورد میکنم به صورت equations، اینجا یه تبی هست به نام آپشن. در آپشن میام و نوع مدلمو روی وایت انتخاب میکنم، و اوکی رو میزنم. زمانی که روی وایت انتخاب کردم و اوکی رو زدم، این در واقع بحث ناهمسانی برطرف میشه. البته اینجا یک گزینه‌ای هم داره اگر اشتباه نکنم، اگر همزمان هم ناهمسانی داشته باشم هم خود همبستگی داشته باشم، گزینه HAC رو من اگر بزنم هر دو رو حل میکنه. ببینید من اگر همزمان، شما فرض کنید هم ناهمسانی دارم هم خود همبستگی مرتبه اول و دوم دارم، موقعی که میخوام برآورد بکنم میام رو آپشن و گزینه در واقع HAC رو انتخاب میکنم. HAC رو که اگر انتخاب بکنم و اوکی بزنم هر دو مشکل رو برای من حل میکنه، هم ناهمسانی رو حل میکنه هم خود همبستگی رو حل میکنه. هم ناهمسانی حل میشه هم خود همبستگی حل میشه. به چه شرطی؟ اگر من همزمان هم ناهمسانی دارم هم خود همبستگی دارم. خب اون موقع ما میام این کارو میکنم ها، یعنی HAC رو ببینید هم ناهمسانی دارم هم خود همبستگی دارم، میام HAC رو انتخاب میکنم، مشکل ناهمسانی و خود همبستگی رو برطرف میکنم. دیگه اینجا لازم نیست من بیام از AR1 و AR2 استفاده کنم، اتورگرسیو استفاده کنم، خود رگرسیونی رو انتخاب بکنم. خب ولی اگر یکیش باشه یکیش نباشه، دیگه از این گزینه بهتر استفاده نکنیم، بریم و از همون AR1 و AR2 استفاده بکنیم. خب اینم از این بحث. و اما بریم بحث نرمال بودن توزیع مقادیر خطا رو هم خدمتتون بگم. ببینید برای بررسی نرمال بودن توزیع مقادیر خطا باز میایم مدلمون رو برآورد میکنیم، اوپن و اکویشن رو میزنیم. اینو که زدیم خب اوکی رو میزنیم که مدل برآورد بشه. بعد میایم روی ویو و همون گزینه رزیجوال رو انتخاب میکنیم. در گزینه رزیجوال یک گزینه هست به نام ببین هیستوگرام نورمالیتی تست. دقت بکنید، هیستوگرام نورمالیتی تست همون بالای چیه؟ بالای LM تست و هتروکداستیک هستش دیگه. هیستوگرام نورمالیتی تست اینو که میزنم ببین یک برا من یه نموداری میاره. اصلا این مهم نیست این نمودار چیه و چه جوریه. بذارید من از اینجا یه عکسی این بزرگ شد دیگه، خوب شد. ببینید این نتایج خیلی دیگه برای من مهم نیست، اینا در آمارهای توصیفی هستن. برای من این مهمه، این آزمون آزمون جارکیوبرا و probabilities یعنی میزان احتمال، ضریب احتمالش. ببینید ضریب احتمال 0، یه آزمونی جارکیوبرا. این آزمون برای بررسی توزیع نرمال بودن مقادیر خطا استفاده میشه. خب الان از کجا بدونم که اصلا این توزیع مقادیر خطا نرمال هست یا نرمال نیست؟ خب
خب نرمال هست یا نرمال؟ اولا از روی این شکل من میتونم اینو بفهمم. اگر قرار بود نرمال بود باید یه شکل زنگوله‌ای مانندی می داشت. باید یه شکل چی داشت؟ یه شکل زنگوله‌ای مانند که اینجا این نیست. در ثانی به صورت عددی هم من بخوام بررسی بکنم، ببینید probability بریم ببینیم که فرضیه‌اش چجوری. فرضیه مربوط به توزیع نرمال بودن خطا، ببینید فرضیه‌اش چجوریه. فرضیه میگه توزیع مقادیر خطا h0ش میگه نرمال است، h1ش میگه نرمال نیست. یعنی اگر probability زیر 5% باشه میگیم نرمال نیست. خب اینجا چیه؟ الان probability زیر 5% و 1%، پس میگیم نرمال نیست. پس از کجا فهمیدم؟ از روی همین فرضیه h0 و h1ش. میگه h0ش میگه نرمال است، h1ش میگه نرمال نیست. اگر زیر 5% باشه نرمال نیست. خب اینم زیر 5% و 1% دیگه، پس نرمال نیست. پس آزمون نرمال بودن نشون داد که مقادیر خطا از توزیع نرمالی برخوردار نیستن. خب الان باید چیکار کنم؟ الان سعی میکنم که داده های خودم رو نرمال بکنم. خب سعی میکنم، چون تلاش میکنم. یعنی اینجوری نیستش که بگم آقا خب چون تعداد مشاهداتم زیاده پس اوکی دیگه از در واقع قانون حد مرکزی آمار استفاده میکنم، میگم اشکالی نداره. نه، من تلاشمو میکنم، سعیمو میکنم که چیکار کنم؟ داده ها رو تقریبا نرمالش بکنم. اگر سعیمو کردم، همه کار انجام دادم، داده های پرتمو حذف کردم ولی دیدم باز نرمال نمیشه، اون موقع میگم که طبق قانون حد مرکزی چون تعداد مشاهداتم زیاده ایرادی نداره که من داده هم نرمال نیست، توزیع خطا هم نرمال نیست. خب الان من بخوام اینو درستش بکنم باید چه متغیری رو در واقع نرمالش بکنم؟ باید متغیر وابستم رو نرمال بکنم. دقت بکنید، این نرمال بودن مقادیر خطا بستگی به متغیر وابسته داره، به متغیرهای مستقل بستگی نداره. یعنی چی؟ یعنی من اگر بیام متغیر وابستمو سعی کنم مقادیر در واقع پرتشو حذف بکنم، به چی میرسم؟ به در واقع به داده های نرمال میرسم که طبیعتا نهایتا باعث میشه که مقادیر خطای من هم چی میشه؟ نرمال میشه. این است. خب بریم ببینیم که در ادامه باید چیکار کنیم. من پس این فرضیم گفتم، پس از 5 تا 3 تا رو گفتم: ناهمسانی، خودهمبستگی و نرمال بودن خطاها. که گفتیم چون خطاها نرمال عرض به حضور اینجا نشون میده که نرمال نیستن، من باید بیام متغیر وابستم و چیکار کنم؟ متغیر وابستم و داده های پرتش رو حذف بکنم که نرمال بشن. حالا بریم ببینیم که این داده های پرت رو ما چجوری میتونیم حذف بکنیم و داده ها رو به داده های نرمال تبدیل بکنیم. خب برای اینکه داده های پرت رو حذف بکنم، من میام اینو اول ببندم، پنجره رو ببندیم. خب اینم کوچیک بکنیم. میام چجوری داده های پرت رو شناسایی و حذف میکنم. راه های مختلفی برای شناسایی و حذف داده های پرت وجود داره که یکیش راحت ترینش اینه. ببینید من میام مدلم رو برآورد میکنم، کلیک راست میکنم، اوپن رو میزنم و اکویشن رو میزنم و مدلم رو برآورد میکنم به این شکل. مدلی که برآورد شد میام روی گزینه ویو، دقت بکنید، میام روی گزینه ویو و اینجا یه گزینه هست به نام actual residual. ببین actual fitted residual، ببینید actual fitted residual. اینجا یک گزینه اول actual fitted residual table، actual fitted residual table، اینو من میزنم، اینو بزرگش میکنم.
خب اینو بزرگش میکنم، کار دارم. اینو از اینجا بذار ببینم میتونم بزرگش کنم. بله از اینجا قشنگ میکشم بزرگ میشه. ببینید اینجا میبینید یه در واقع اینا داده های ما هستن، اینجا این خطچین ها هستش. بیام پایین تر روی اینها یه توضیح بدم من خدمتتون. ببینید بیایم پایین ببینم میتونم پیدا بکنم داده پرتو به شما. ببینید اینجا رو میبینید از خطچین عبور کرده، از خطچین عبور کرده. این یعنی چی؟ این یعنی داده پرته. خب بعد بیایم پایین تر ببینیم باز میتونیم پیداش بکنیم یا نه. ببین اینایی که از خطچین عبور کردن چی هن؟ اینایی که خطچین عبور کردن داده های پرتن در واقع. ببین این چقدر داده پرته، ببین چقدره، ببین اینا همشون داده چی هن؟ اینا همشون داده پرتن ها. خب اونا رو چیکار میکنیم؟ باید حذفش بکنیم. پس یکی از ببین اینا داده های پرتن، اینا داده های پرتن. پس یکی از راه هایی که من داده های پرت رو میتونم شناسایی بکنم اینه. ببینید من یه بار دیگه این مسیر رو میام، ببین به صورت اکویشن باز میکنم، اوکی رو میزنم که برآورد بشه مدل رگرسیون. بعد میام رو ویو، یه گزینه هست به نام Actual Fitted Residual، اینو انتخاب میکنم، گزینه اول تیبل، اینو میزنم این میاد. اینو بزرگترش میکنم که قشنگ قابل رؤیت باشه. این داده های پرتو اینجا من شناسایی میکنم، بعد میرم اینا رو حذفش میکنم. چیکار میکنم؟ حذف میکنم. شما اگر داده های پرتو حذف بکنید چی میمونه؟ میمونه اون داده هایی که در واقع در داخل در زیر منحنی نمودار قرار میگیرن و داده های شما تبدیل میشه به داده های نرمال. خب اینم از این بحث. الان یه دونه فقط بحث ما از مفروضات مدل رگرسیونی مون، اونم عرض به حضور بحث مربوط به همخطی داده هاست. این آخری، این ششمی. همخطی داده ها گفتیم کجا باید انجام بدیم؟ زمانی که ما متغیرهای مستقلمون زیاده، یعنی مدل رگرسیونیمون چند متغیره هستش، از یه دونه بیشتره. زمانی که از یه دونه بیشتره ما بایستی بیایم آزمونی انجام بدیم به نام آزمون همخطی. آزمون همخطی دو جور در واقع دو تا راهکار داره. یکی این که من میام و براشون همبستگی محاسبه میکنم و از روی همبستگی میفهمم که آیا اینها با هم همخطی دارن یا همخطی ندارن. و یکی هم آزمونه هست به نام وایف، VIF، آزمون وایف که میاد همخطی رو بررسی میکنه. حالا بریم هر دوتاشو من خدمتتون توضیح بدم ببینیم که چجوریه. خب اینو من میارم پایین. ببینید میام اینجا و مدلمو برآورد میکنم مثل دفعات قبل. ببخشید من یه بار دیگه انتخاب بکنم چون انتخاب نشد. FRQ هست، دستم میذارم رو کنترل، ریل هست، ریلایبیلیتی و تایم. کلیک راست میکنم، اوپن رو میزنم، به صورت ایکویشن انتخاب میکنم و اوکی. مدل من برآورد میشه. خب مدل چی میشه؟ برآورد. بعد میام روی گزینه ویو و در گزینه ویو یک گزینه هست به نام کافیشنس دیاگنوستیکس. کافیشنس ببینید دقت بکنید. بعد اینکه مدل رو برآورد کردم میام روی گزینه ویو و گزینه هست به نام کافیشنس دیاگنوستیکس. در کافیشنس دیاگنوستیکس یک گزینه بایستی باشه به نام این. ببینید Variance Inflations Factors VIF. اینو من میزنم.
خب اینو که میزنیم ببینید یک در واقع نتیجه جدولی به ما میده، یه جدولی به ما میده. این جدول ببینید شما دقت بکنید این عدد uncentered VIF ببینید VIF ببینید این در واقع گزینه uncentered VIF دقت بکنید. اینو بعضی از کتاب ها میگن که اگر بالای 10 باشه یعنی همخطی وجود داره، اگر زیر 10 باشه همخطی شدیدی بین اینها وجود نداره. خب بعضی از کتاب ها هم میگن 5 ملاک قرار میدن، میگن اگر 5 بالای 5 باشه همخطی وجود داره، زیر 5 باشه همخطی وجود نداره. ولی اونی که ما ازش استفاده میکنیم 10 رو به عنوان ملاک عمل قرار میدیم، میگیم آقا این عدد در واقع VIF ما اگر بالای 10 باشه ما میگیم که همخطی شدید وجود داره، اگر زیر 10 باشه میگیم همخطی شدیدی وجود نداره. ببین یه بار دیگه من اینو انجام میدم که متوجه بشید. کلیک راست میکنم، اوپن رو میزنم، اکویشن رو میزنم، اوکی رو که زدیم و انتخاب شد. میایم روی منوی ویو و یه گزینه هست به نام Coefficient Diagnostics. در Coefficient Diagnostics یه گزینه هست به نام Variance Inflation Factor VIF میزنیم و این در واقع پنجره ظاهر میشه، این نتایج ظاهر میشه. این چون همشون زیر 10 ما میگیم که همخطی معنادار و شدیدی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. این یه راهش بود. راه بعدیش اینه که ما میایم و همبستگی در واقع همبستگی محاسبه میکنیم. چجوری همبستگی محاسبه میکنیم؟ انتخاب میکنیم و اوپن این بار به صورت گروه باز میکنیم. بعد اینجا که به صورت گروه باز کردیم یه گزینه داریم به نام Covariance Analyze. اگر اشتباه نکنم بله، Covariance Analyze یک گزینه هست در داخل Covariance Analyze به نام Correlation. ببینید Correlation و ضریب probabilityش. ببینید این دوتا گزینه رو انتخاب میکنیم. پس یه بار دیگه من مسیر رو میام، بعد اینکه به صورت گروه باز کردیم ویو و گزینه Covariance Analyze رو میزنیم، پنجره باز میشه. از Covariance Analyze گزینه Correlation رو انتخاب میکنیم با ضریب احتمالش، هر دو رو انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم. ببینید این همبستگی متغیرها رو محاسبه میکنه. در همبستگی متغیرها اگر شما به ضریب احتمال اینها دقت بکنید میبینید که ضریب احتمال اینها این که اصلا همبستگی معنادانی نداره. چرا؟ ضریب احتمالش بالای 5%، 15% حدوداً اینا ضریب احتمالشون زیر 1%. ولی اگر در واقع ببینید این شدت همبستگیش 12%، این شدت همبستگی 45%. معمولاً همبستگی های زیر 50% و ما میگیم که همبستگی ضعیفی وجود داره. پس چون نتایج ضریب همبستگی به ما نشون میده که همبستگی بین متغیرهای مستقل یه همبستگی ضعیفی هست، معناداری نیست. پس نتیجه میگیریم که در واقع همخطی شدیدی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. پس دو تا راهکار، یکی آزمون VIF که خدمتتون عرض کردم از کجا بایستی برید، یکی هم آزمون در واقع همبستگی که گفتیم اگر همبستگی بین متغیرهای مستقل خیلی قوی نباشه، همبستگی ضعیفی باشه، زیر 50% باشه، زیر 50% رو میگیم همبستگی ضعیف. اگر زیر 50% باشه میگیم همخطی شدیدی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. اینم از بحث آزمون همخطی.
خب دیگه فکر کنم از این فصل مربوط به رگرسیون و همبستگی دیگه چیزی نموند. همه مطالبی که لازم بود و من خدمتتون در 2 فایل جداگانه، یعنی زمانش هم زیاد شد، تقریبا حدودای 100 دقیقه این فایل زمان شد، ولی خب دیگه کامل و جامع، دو تا فایل جامع و کامل که حدودا 3 ساعت میشه، من اومدم کل فصل مربوط به رگرسیون و همبستگی رو خدمتتون توضیح دادم. امیدوارم که در واقع یه فایل خوبی باشه و شما بتونید ازش استفاده بکنید. خب شما رو به خدا میسپارم تا یک فایل آموزشی دیگر. در پناه حق، خدا حافظ شما.